خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که در پی متوقف شدن فعالیت پاشته‌های بین‌المللی درآمد پاشته تاجیک بالا رفته است. الهام جان عطایف معاون اول رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 2 اوگوست ضمن نشست خبری گفت پاشته تاجیک در 6 ماه اول سال روان با مبلغ 3 میلیون سومانی خدمت رسانده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 274,000 سومانی زیاد است. حجم مراسلات پاشته تاجیک در این دوره قریب 356 کیلوگرم را تشکیل داده است که در قیاس به سال گذشته بیشتر از 15 تن زیاد است. خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایون فعالیت پاشته بین‌المللی DHL، TNT، UFC و پانی اکسپرس را برای مدت نامعین در حدود کشور متوقف کرده به در اداره‌های آن مهر زد. در همین حال مسئولین پاشته تاجیک میگویند حجم مراسلات اساساً از حساب مراسلات خارجی افزایش یافته است. در این نشست خبری جانبک داداماتوف سردار ریاست تنظیم خدمات علاقه به مشکلی پیش آمده برای شرکت‌های بین‌المللی مراسلاتی در تاجیکستان روشنی انداخت و از جمله گفت روند قبول و تهیه قانون درباره اجازه‌نامه‌دهی به بعضی نمودهای فعالیت زیاده از 1.5 سال را در بر گرفت و در نظر بود مسئله این از نو به قیدگیری به میان بیاید. از همین دوره آغاز کرده متخصصان پشت تاجیک برای معین کردن ترتیب گرفتن اجازه‌نامه چه کنیم کدام موجودات پیشنهاد کنیم می اومدن و بعضی با فکرم که تقریبا 5 کارخانه‌ای که با کوریری مشغولن بعضی از همین کارخانه‌ها می اومدن به خدمات برای معین کردن نامگویی حجت‌های پیشنهاد شونده برای گرفتن اجازه‌نامه. همینطور قانون قبول شد و بعد از قانون قبول شدن تقریبا بعد از 20 روز کیویدی پشت تاجیک با مکتوب رسمی و همه حجت‌ها به خدمات علاقه مراجعه نمود. خیر بعضی حجت‌ها کمبودی بود گفتیم برطرف کردن لیکن همگی دو کارخانه‌ای که به خدمترسانی کوریری مشغول است یکی از آنها 112 روز پس مراجعت کرد و یکی از آنها 163 روز پس از قبول قانون مراجعت کرد. جانبک دادامادوف این شرکت‌ها را متهم کرد که سندهای ضروری را برای از نو به قیدگیری پیشنهاد نکردند و افزود که حالا تنها شرکت DHL دوباره سندهایش را پیشنهاد کرده است و آن در حال بررسی قرار دارد. در پی قطع فعالیت شرکت‌های بین‌المللی خطکشانی در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه پاشته تاجیک یگانه شرکت خطکشانی فعال در تاجیکستان باقی میماند. به دنبال شرکت دولتی پاشته تاجیک با عنوان 3 شرکت بزرگ خطکشانی در جهان DHL، UFC و TNT که در تاجیکستان نیز کارشریک داشتند نامه نوشته پیشنهاد همکاری کرده است.